ممکنه دیگران نخواهند ارتباطات ما رو. مهم نیست که دیگران بخواهند یا نخواهند. مهم آن است که ارتباط ما با یکدیگر به نفع دو ملت و دو کشوره. مهم این نیست که دیگران بپسندن این ارتباط رو یا نپسندن. مهم آن است که ما منافع دو ملت و دو کشور را می‌بینیم. شاید برخی توسعه تاجیکستان را نپسندن، مهم نیست. اما ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران معتقدیم پیشرفت تاجیکستان پیشرفت ماست. امنیت تاجیکستان امنیت ماست. باور ما اینه که هر گامی که در جهت پیشرفت در کشور تاجیکستان برداشته میشه عزت همه ماست. لذا در این جهت حتما از هیچ همکاری فروگذار نخواهیم کرد و این ارتباط رو مفید می‌دانیم برای دو ملت، دو کشور، منطقه آسیای میانه.